آقای دکتر سلام. آقای دکتر نصیری ریاست درمانگاه تامین اجتماعی یه مبارکه واسه افتخار آقای دکتر از شهرستان مبارکه هستیم. افتخارم دادین یه گزارش خدمتتون باشیم. آقای دکتر از امکانات تامین اجتماعی مبارکه بفرمایید، خدماتی که داره. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر الناصرین و معین. برای من هم افتخار هست هم در جمع مردم شریف مبارکه هستم و همین که خودم هم اصالتا مبارکه‌ای هستم. براتون برسونم که پلیکلینیک تامین اجتماعی مبارکه سالهاست که در خدمت مردم شریف مبارکه است، مردم زحمتکش، فعال و پر افتخار و شهید پرور مبارکه. اون خدماتی که ما در اینجا برای مردم ارائه میدیم سعی کردیم که هم جنبه کیفیشو خیلی خوب بکنیم هم جنبه کمیشو. الان میتونم با اقتدار بگم که